شهباز شریف بیگ ساکن دهه اودلی جماعت سیمگنج در کنار شهر وادت را که ویدیوی لطکوب مادر و بیبیش هنگام ابلاغ در اینترنت سر و صدای زیادی به پا کرد بازداشت و فعلا برای 10 روز به حبس محکوم کردند. مقامات حفظ حقوق شهر وادت قضیه را شرح نمیدهند و معلوم نیست که این جوان را مشخصا با چه اتهامی به حبس گرفتند. مقامات تنها به نزدیکانش گفتند که شهباز شریف بیگ تا 10 روز دیگر در حبس میماند. نزدیکان جوان ترس دارند که او را برای برآوردن سر مقامات میتوانند زندانی کنند. روز 15 اکتبر سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی یک ویدیو قریب 13 دقیقه نشر شد که در آن یک جوان که چهره خودش در نوار دیده نمی شود مادر و بیبیش را به نوار گرفته میگوید که کارمندان مقامات شهر وادت آمده درش را زوراً بدون اول دادن دعوتنامه به خدمت حربی بردند و هنگام چسب و تلاش هم مادرش و هم بیبیش 22 سالش را بهرامانه لطکوب کردند. مؤلف نوار در ادامه ثبت به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون مراجعه کرده میگوید که چرا او پایمال شدن حقوق زنان در افغانستان را میبیند ولی آنچه را که در کشور خودش میگذرد نمیبیند. رادیوی آزادی روز 20 اکتبر خبر داد که در پی نشر این ویدیو مؤلف آن ساکن جماعت سیمگنج شهباز شریف بیگ را دستگیر کردند. مقامات سبب بازداشت او را شرح ندادند ولی به نزدیکانش گفتند که فعلا 10 روز در حبس خواهد ماند. ما را که زدن عصبی شد و به نوار گرفت. بچه‌ام هیچ گناه ندارد، گفته شادگل غفورova مادر شهباز شریف بیگ. مادرش از سرنوشت آینده شهباز شریف بیگ خیلی در تشویش است. سر را برآورده گفته بچه‌ام را حبس میکنند. بیم دارد شادگل غفورova. به نقل پیوندانش ماجرا روز 14 اکتبر بعد مجبوری به خدمت حربی بردن پسر دیگر خاندان صادق جان شریف بیگ برخاست، در حالی که به ادعای نزدیکانش هیچ دعوتنامه از کمیسریت حربی به صادق جان نآمده بود. شهباز شریف بیگ در ویدیو از آن اعتراض داشت که مقامات نه تنها برادرش را زوراً به خدمت بردند بلکه بیبی و مادرش را هم زدند. بیبی او سفرگل غفورova حادثه را چنین نقل کرد: خودم آمدم و گفتم که کودکم را نبرید، گفتم بچم را کشال نکنید، نزنید. کشاله کرده بردن مرا. ناظر منطقه مرا سخت داشته بود، به دستم زد، حالا ورمیش گشته است. به گفتش گویا دست من به ماشین زده باشد. در تاجیکستان چنین موردهای در پی نشر ویدیوهای انتقادی زندانی کردن شهروندان زیاد است. چند سال پیش در عین اوج معرکه‌های ضد حجاب و ریش چند جوان را برای به نوار گرفتن و در اینترنت نشر کردن ویدیوهای لحظه‌های در کوچه منع کردن و مجبوراً از سر زنان و دختران کشیدن حجابشان و مجبوراً تراشیدن ریش مردان ریشدار محکوم به زندان کردند. اما قضیه از همه برجسته البته پرونده های ژورنالیستان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی است که ماه یونیو سال 2022 در پی نشر ویدیو درباره مجبوراً از خانه‌هایشان خیزاندن ساکنان محله پنشیر نویه شامنصور و انتقادشان از پروکرور این نویه که داماد رئیس سود عالی و پسر وزیر عدلیه بوده است بازداشت و محکوم به 10 و 7 سال و 6 ماه زندان شدند. دو ژورنالیست دیگر ذوقی سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده هم که ویدیوهای انتقادی نشر میکردند در پی دلیر امامعلی و عبدالله غربتی بازداشت و هر کدام به 7 سال زندان محکوم شدند.